الله میگوید و کسی از یاد من روی گرداند، کسی از الله تعالی نعوذ بالله روی گرداند، یعنی از الله تعالی دور شود و الله تعالی را فرمان برداری نکند، فان له معیشة ضنکا، یقینا برای او زندگی سخت و وزنین خواهد داشت. زندگی او زندگی وزنین میشد. کلمه را ببینید، فان له معیشة ضنکا، الله تعالی میگه معیشت، زندگی آنها ضنک میشه. خود کلمه وزنین است. زندگی سخت و وزنین و دشوار خواهند داشت. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت او را کور زنده میکنم، میگوید الله تعالی. روز قیامت نابینا زنده میشود، نعوذ بالله. برای چی؟ برای اینکه او نعمتهای الله تعالی را نابینا گرفت، خودش را مقابل نعمتهای الله تعالی و از الله تعالی دور شد. نتیجهش هم این دنیا زندگیش جنگ و جنجال و همیشه بحث و جدال و خرخشه و چه هست، و روز قیامت هم الله تعالی او را چیکار میکند؟ از نابیناها، از بنده های ناشکر بنده همین خیلی زنده میگرداند الله تعالی.